در 12 می 1986 19 دانش آموز با چند معلم در گروهی به نام تیمبرلاین در دامنه کوهی نیز جمع شده بودند که اسم این کوه هود بود که برای یک اردوی مدرسه برای یاد گرفتن زندگی در طبیعت نمایش داده شده بود. این فقط یک اردوی مدرسه‌ای بود. هوا صبح صاف بود و آرام، اما سرد ولی قابل اعتماد. دانش آموزان می‌خندیدند و با همدیگر شوخی می‌کردند. در این اردو مربیانی با تجربه هم وجود داشتند. پیشبینی هواشناسی هم نیز در این مورد خطری را نیز نشان دهید. بعد از ظهر در ارتفاعات بسیار بالاتر همه چیز در چند دقیقه عوض شد. ابرها با هجوم آوردند و به ویژه کردند. دیدها کم و کمتر میشد و به تقریبا نزدیک به صفر رسیده بود. کوهی که تا چند لحظه پیش آرام بود به دیوار سفید و یخی نیز تبدیل شده بود. باد آنقدر نیز شدید بود که هیچ کس نمی‌دانست بالا یا پایین برود و آنها چند قدم جلوتر خود را نمی‌دیدند. آنها برای شنیدن صدای خود هم باید فریاد می‌زدند. دانش آموزها به هم چسبیده بودند و به امید گرم ماندن، اما سرما نیز به بدن آنها نیز نفوذ کرده بود. بعضی از آنها نیز گیج بودند و نمی‌دانستند که نیز کجا هستند. رهبران گروه با بیسیم کمک می‌خواستند دوباره، اما کمکی دریافت نمی‌شد. هلیکوپتر نمی‌توانست به آن مسیر بیاید چون راه‌های زمینی بسته شده بود. ما طوفان صداها را نیز می‌بلعید و هیچ پاسخی نیز نمی‌آمد. دانش آموزان در برف فرو رفته بودند با دست‌هایی که دیگر حس نداشت. سرمازدگی شروع شده بود و بدنها نیز خاموش شد و چشم‌ها بسته شد. این فاجعه 9 نفر جان باختند، 7 نفر دانش آموز و 2 نفر بزرگسال. این بود یک فاجعه بزرگ.